مرحله معتمداری شروع شده. ملتمس هستم از مدیر و سرپرست مدرسه علمیه ابن ابی طالب حجت الاسلام والمسلمین علامه محمد قاسم بیزتی की तरफ से मुआज़िज़ा खिताब करना। बख्शे सेहत और सलामती इस खुदों को वो बख्शे सेहत और सलामती जिना बावाज़ी बुलंद सलावत पे खाली। قبول باشه انشاءالله عزاداری های تمام از من شما را خدا متعال بارگاه قبول کنه. زیاد جوانای عزیز نمیخوایم وقت شما رو بگیم انشاءالله که خدا متعال تمام از ما را از موسیقی های واقعی قرار بده. عزیزان گرامی، در من عالم وجود این نظام خداوند متعال است که هیچ چیزی بغیر استقامت در نتیجه نمیرسه. چه بودن صفت باشه، چه بو کاری خوب باشه، هیچ چیزی ایگو عمل باشه تا که در مریض استقامت نکرده او در نتیجه نمیرسه. برای مثال شما دوختین شما جوانایی همین جوانا مثلا فرض کنید بادی بیلدینگ مورین مثلا شما ठीक है ना मैंने क्लब मोरिंग बॉडी बिल्डिंग मोरिंग दिगा मोरिंग फिटनेस करापाय दिगा شما دوختیم تا زمانی که شما زمینی رو بادی بیلدینگ استقامت نکردین، ثابت قدمی نشون ندادین، بادی انسان جور نمیشه دیگه، انسان دیگه جایی نمیرسه. زمینی هر کار همیشه است. ایگو جاب باشه، هر کار باشه، ایگو صفت باشه، ایگو صفت خوب خدا کنه باشه، ایگو چیزی ایگو صفت خوب یا ایگو خوبی تا او زمان را نتیجه نمیده با خوبی گفته نمیشه. تا زمانی که انسان در مریض استقامت نشونه ثابت قدمی نشو بدی، استقامت نشو بدی، او خوبی در نتیجه میرسه. اما اگر یک مدتی او خوبی را داشته باشی از او بعد در مریض بعضی از امتحانها در مریض بعضی از سخت شرایط ایگو کس باید او خوبی را از گرست و بگیره و او خوبی خود تو از دست بدی دیگه او خوبی نتیجه خود نشان نمیده، اثر خود نشان نمیده. این میرند جوانای عزیز اگر یک انسانی یک مدتی دیندار باشه، یک مدتی حسینی باشه، یک مدتی دم از امام حسین زده باشه و مو ازادار امام حسینی مو دیندار استه، مو اهل نماز استه، اهل روزه استه، اینا هم خوبی های ندیگه از نظر از مو. اما یک مدتی این خوبی ها را داشته باشه، یک مدتی این خوبی ها دمانش باشه، لیکن از بعد یک امتحانی که خدا شکران توختیم خدا هم در آسانی نمیده آدم. خدا هم تو خوبی داره باشه ما امتحان کنم تا ببینم تو دمانش خوبی استقامت کنی یا نه. اول خود خدا کاری مونه که خوبی ها را از گیر تو بگیره، امتحان مونه که تو میدی خوبی ها را یا نمیدی. اگر ندادی خدا دوباره استقامت امتحان استقامت از تو بگیره. یک مدتی دیندار باشی، یک مدتی حسینی باشی، یک مدتی دم از امام علی و امام حسین زده باشی اما در نیم رای نکرده بولی استقامت نکنی، خوبی ها را از دست بدی. خدای دیگه ما نیم، خدای دیگه ما در رای امام حسین نیم، خدای دیگه ما ازادار نیم، خدای دیگه ما نظیرانه نمیخواهیم باشیم. خداوند متعال آسانی نمیده آدم. یعنی چی؟ تا نیم راه نمیخوایی نکرده بولی شیطان 6000 سال خوبی داشت. دمنه نامه عمل شیطان یک دنه گناه شما پیدا نمیتونه، یک دنه دروغ نیه، یک دنه غیبت نیه، یک دنه دو نیه. تو رکعت نماز چی قضا نشده شیطان 6000 سال خوبی داشت.
خدا بعد از 6000 سال باز شیطان را امتحان کرد ببینم تو خوبی های خود میدی یا نمیدی. شیطان اتفاق خوبی های خود داد، استقامت چه از بین رفت. بعد از 6000 سال اون بس یک بدی معمولی نشد. خدا گفت که تو میخوای بدر شونی از رابوری، استقامت نمونی و دیگه نمیخوای خوب باشی، تو فقط معمولی بد نموشی، ما تو را رهبر گمراهات یار بودی، تو سرکرده مفسدات یار باشی، تو سرکرده گمراهات یار باشی. اینی عزیزانی گرامی، لحاظا ما یک عمر بایم حسینی باشیم، یک عمر قدیش امام حسین قد محبت امام حسین زندگی کرده باشیم، اما یک دفعه خدا یک امتحانی از گیر از ما بگیره، از خاطر بعضی چیزای دیگه ما محبت امام حسین از دست خوبیم، دیگه ما حسینی نیم، دیگه دا ماتم نمایم، دیگه دا مجلس نمایم، دیگه نماز نمیخوانم بنده خدا، بلکه این قدر بد موشه که تو باید امام حسین را خوشی نداره چی عزاداری که نمونه چی در خلاف عزاداری گفتار شد. امام حسین را توهین مونه، امام زمان را توهین مونه. چرا این آدمی در شد؟ این خود چند سال پیشه عزادار بود، این خود نمازی بود، این خود مجلس مرفتم امروز، این خود عاشق امام حسین بود. چرا این در شد؟ چون استقامت نکرد، استقامت نکرد، خوبی ها را از دست خود داد. دستای معمولی چیزا، از خاطر دنیا محبت امام حسین را داد، از خاطر لذت دنیا عزاداری پیدا کرد، از خاطر نمیدانم فریب 4 دانه فریب خورده فرش عزار ایره را درافت. استقامت نداره، استقامت میخواه عزیزانی گرامی. استقامت دمنه کربلا 72 نفر او کسایی ماندن در رکاب امام حسین که دمنه خوب بودن استقامت نشان دادن. نه ملک ری استقامت از اونها میدت نیستک، نه خوف یزید استقامت از اونها میدت نیستک، نه تنخواه حکومت استقامت از اونها میدت نیستک، نه محبت آل و اولاد استقامت از اونها میدت نیستک. هیچ طاقت و هیچ لذت و هیچ زیبایی در دنیا استقامت از 72 نفر میدت نتونست آخر لمحه را تا آخرین قطره خون خورد. اونا ولی حسینیت استقامت نشون دادن، جان خوردن، اما محبت امام حسین از دست ندادن، اونا کامیاب میشن. امروز ما شما مترسیم جوانان عزیز، میخوایی به معنای واقعی حسینی باشی؟ بسم الله، یک دل امام حسین انتظار مششته، مهدی فاطمه انتظار مششته. ما آیا دمنه عاشق امام زمان بودن استقامت نشان میدی یا نمیدی؟ یا بازی مخری؟ هر کس و ناکس از رابای ما رو بازی میده. این محبت امام حسین از دل مکش کنه، بدر کنه. ما را صبحی روز در روی بوری امام زمان ما استفاده شد. این فیصله ما باید کنیم، استقامت میتونیم یا نه؟ اگر جوان اهل استقامت اصلی خود از این را باش، اما اگر استقامت نداشته باشی که خدا قسم مثل مردم کوفه که یک عمر در رکاب علی ابن ابی طالب بودن، خیلی هایی که در کربلا مال امام حسین را شهید کردن سپاهی های امام علی بودن. اگر استقامت نداشتی مثل مردم کوفه که یک عمر در رکاب امام علی بودن، مای دمنه کربلا سر از بدن امام زمان وجود آمد، در خلاف امام زمان ایستاده باشه که مردم شام این جنایت را نکردن، مردم کوفه این جنایت را در خانه فاطمه زهرا را یک دن مشرک آمده در نداد، یک دن مسلمان آمده در داد. کدام مسلمان؟ اما مسلمانی که یک مدت یک عمر را ادعای خوب بودن را داشتن، اونو آمده در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها در داد. کی؟ عزیزان گرامی، جوان عزیز، استقامت نشان ندی انسان در روی بوی امام زمان خود قرار میگیره. و این رو شما توختیم دمنه پاکستان ملت تشیع متاسفانه اکثرا دمنه استقامت کمزور شدن. متاسفانه ما کمزور شدیم، ما روایتی شیعه جور شدیم، ما برای نام شیعه جور شدیم. یک بلوگزمو امروز دمنه معاشره از ما عزادار توهین میشه، امام عزادار توهین میشه، امام زمان را فحش میده.
فشار مت بریزمو ما دیگه آزاداری نمونیم. امروز رای زیارت کربلا را بند کرده، صبح رای جلوسای شما رو مایه بند و ایرمونه ایرما شما لیکه کرده بیرمونه اونایی جرأت را پیدا کرده ناره. چرا؟ چون از من درون استقامت از ما ختم شد. ما این استقامت نمانیم. دمانین مردم خود از ما حالا دیگه در پاکستان شیعه شیلت و دمانین زی کویتا شاد شما از درونی از موتر منافقا روز در روز درو ازاداری و ازادارها درو کمزور سی کمزورتر درو کدره است. دمانین امزی کویتا شاد شما جلوس ازای عاشورا شما توختیم چقدر کمزور کرد. کجا اون جلوس عاشورای 30 سال پیش که دشمن تا که میدید لرزه مکرد، اما امروز دشمن یک در سپاهیش اشتیر است برای ازاداری زمان. چرا؟ استقامتی تشیع و ختم شد. از خودون از ما منافقان دم از کمزور کردن بود. تفرقه ایجاد کرده. هزارکان و علمدارود دنامی هزارکان و علمدارود تفرقه ایجاد کرده. گروپ بندی ها شده. و هیئت را قددو هیئت جنگل جیمونه و ان امام بارر قددو امام بارر جنگل جیمونه دمانه جلوسی امام حسین در نام امام حسین دو دنه دیسته قدقیه و زید بازی مونه او رنگ از کنار یک دیگه خود کیر مشه سینه کی بیزده فقط بکی در روی از دیگه آزادر چپرام میزونه تو آزاداری این سینه این دیست است تو که باید در روی یزید چپرام باشه تو در روی یک دنه آزاداری دیگه در روی چپرام زده شرم تو کجا رفت اینی آن روز بنیز ما رسید اینی آن روز دیدیم ما در روز عاشورا چی کارا شده زید بازی در جلوسی شهادت امام سجاد چی شده زید بازی کی مونه اونایی که به نام ازادار هستند اونایی که خودم رو چهره‌دار ازادار گرفتن ازاداری گرفتن این منای روزی کاری رکده که دشمن در اون جرأت کنه جلوس‌های مرده برایش رو فیصله کنه شما ازاداری کنید یا نکنید این منامو کسایی است که امروز رای کربلا را امروز بند امروز رای کربلا را بند کنه صبح از زمانی خانه‌ای ما زمانی شهرهای از ما جلوس‌های از ما روز کنه تنها وجه چیه؟ استقامت استقامت فریب خوردیم خیلی از ما فریب خوردیم عزیزان تا ایگو گپ زدن میشه که بابا چرا فرض کنیم امروز این مسئله ازاداری همین زیارت نباشه فرض کنیم نباشه امروز اینا از خاطر ازاداری رای کربلای ندید و تمام از ما عاشقای امام حسین است که چقدر ادعاها داریم تمام از ما روش خود فرمان ایگو دن بالشون قبض درنه بیزنه ایگو دن بالشون قبض احتجاج بیزنه او ای باز مردم را در کشتو میدین شما باز یک دنه چیشورایی میدین شما باز یک یومن خود میدین شما ده این قدیرمزی چیزا مردم را استقامت شد ختم کنه مردم را در ترس میده اینا اونو کسایی است که در 20 سال قتل عامی از ما شما را ترس دادن اینا جوانای ما ترس دادن اینا آواز ما نکیم شما را مکشه این فرقواریت و این فرانه این جنگانه این چیه اینا اونو کسایی که در 20 سال ما شما را ترس دادن در غاری مشتی کت ما را در منی دوننا علاقه ما را بند کرده اینا اونو کسایی که امروز هیچ کس اجازت نمیده آوازشان بلنده زبانشان داب از دراز است که یک بودن احتجاج نکنه و در ندیم برای زیارت امام حسین این همو کسایی ما از اینا سوال پرسانم خدا نکنه همو کسایی که 20 سال ما را قتل عام کرده یک دفعه پالیسی دوباره پالیسی از اونا چین شده دوباره ما شما را قربانی کبتا کنه جور کنه او زمان بس تو چی کار منی باز هم بگی خاموش کشی تو خود نمبر ون بے غیرتی دیگه نه تو خود نمبر ون بزدیری تو خود نمبر ون تنخواخواری اما خیلی از خود و خاطی چرا قوم را ترس میدی یک چخ نموشه امروز غیر دمانی علاقه از مامای بچه پر چپلاق میزنه ناموس بربال کنه مبرا اینمی بے غیرتام و بیگو گم نزن کس نمونه که بار تو جنگ کن موم نگفته تو بار جنگ کن تو اسلحه بال کن تو جانه کسا بگن کس نگفته اما اینا حتی توقع داره یک دنه بچی آدره جاگه تو گفته داره سوال لانا کنه که تو چرا داره علاقه از من ده ناموس من چرا کچه رو بازی کنی چرا موده بے غیرت دلینا تو ترس مخی ما از او پرلیکه بیغیرت بیزار استون که ذره برابر غیرت نداره ما او تعلیم را کف کنم برایشی که
اقتصاد هم خونه داره دمونه دودن گلی بند کرده دوله دیگه کدر و کاروبار داره نه بادر داره نه دفتر داره نه سرکاری نوکری داره نه بازار داره هیچ چی دستورش داره از خاطر چی؟ تو استقامت را از بیست داری عزیز من تو غیرت را از بیست های خود داره صبح روز خدا نخسته باز همو 20 ساله ڈرامے زنا شروع شونه بس تو قربانی کا پکڑا دنامی فرقواریت تو دشمن کو شروع کرنا قتلیام کو شروع کرنا باز اگر 4 نفر پورا در نمیده باز تو کس قوم بونی دیگه مجموع به زنا تعلق نیه همزو خاطر تو بنوز برای هیچ چیز کو آواز بال کرده نمیده زیارت نکو دبنه پنجاب جلوس بودگدو نمیده دبنه سید امام بارهار بدشی بین زده مجلس نکو لاو سپیکرهای خود بند کو روزی چیلوک لپنجاب نمیده مردم جلوس بدر شونه دبنه امروز زیارت بند کرده صبح را دبنه کویچه جلوس مگزبار هزارچون مدد هزارچون جلوس را شده قدر کنه لامبارو بلا لامبارو یعنی بیغیرتای اسم ما یقین دارم سر تسلیم خم کردم میسر چیگه موت هزارچون مدد لامبارو بلا اونجی جلوس میده این مشغول نکه کرده بیدم نقشی امزی رو شروعه میخواه ازاداری روز عاشورا جلوسش محدود کنه هزارچون ولد هزارچون لامبارو بلا اونجی کسی این بیغیرتی نه چیه اما کور خانم تا زمانی که جوانها و ازادارها بصیرت داشته باشه بیدار باشه شعور داشته باشه استقامت داشته باشه این 4 دنه مشی منافقی منی از مو و سردارها و آقاهایشی همزنا کینا تنخواه مخره اینا که چی بابا کرانهایشی جلوسی عاشورا را روگ نمیزنه موزا دارکتون دو بنی بازار موری تو بیا روگ کنم مرد استی نرستی چند سال جوانا چند سال است که اینا بحانه تی پیدا روی نگیرد یعنی تمام اکثر از جوانای عزیز که این شیشتین اکثر شما از هزارچون هستین یا نه شما تمام شما گواهی همین پیدا روی از گذشته 10 سال را نموشد از گذشته 12 سال را موشد بنده حقیق 4 سال شده دفعه کویچان دوم ما از 4 سال جوش و جذبه امزی جوانا را که پیدا مورد دیدم ما در جوش از اینا ما پیدا مورد ثواب داره ما برای ازاداری امام حسین قدم بالمونم زحمت میکشم برای هر قدمی از ما عبادت نکایی موشه ما جوش و جذبه از جوانایی که از 6 سال گذشته را در پیدا مورد ما این آر دیدم مرم جوش گرفتم آرفتم پیدا اما بانر دارم پای بنده حقیق کنه فلانی پیدا مورد جلوس این افسر از سر دیگه سال ما نمورد جلوسی عاشورا پیدا تو میتونی روگی جوانا را تو جرأت کنی جوانا را روگ کنو تو نمیتونی تو هیچ چی نیستی بابا کلانای تو نتنیست یزید نتنیست یزید را حضرت زینب کاری کچی کرد که اول مجلس برای عزای امام حسین خودی یزید گرفته بود این قدر مجبور شد جوانای عزیز گفتیم ایگو فلسفه والا گپ نیست سیمپل دو چار گپ آیا امام حسین حق است یا نه ایگو فلسفه نیست هیچ پیچیده گپ نیست ایگو سیاسی گپ نیست گپ عقیده گپ دین گپ عشق است گپ عاقبت بخیریه گپ قیامت گپ ظهور امام زمان تو در اصل ظهور زندگی تکلیف و مشخص کدا لینا اگر امام حسین حق ازاداریش هم حق زیارتش هم حق نمازش هم حق نامش هم حق نوحهش هم حق مجلسش هم حق هر چیزی که در امام حسین لینک داره تمام ش حق برای تمام سی باید استاده شد نموشه برای ازاداریش استا شدی دقیقا زیارتش نشدی منافقی نموشه برای ازاداریش استا شدی برای نمازش استا نشدی منافقی نموشه برای ازاداریش استا شدی علم شده توهین کنه تو چوب بشی منافقی نموشه برای ازاداریش استا شدی کسبای فرزندی پر حق شی مهدی موعود را دو بزده تو چوب بشی تو منافق هستی اگر امام حسین حقه تمام شی حقه حرم زینب کبرام حقه حرم کربلام حقه ازاداری هم حقه جلوس هم حقه برای حق ویسته شد برای
ایستادگی یاد میده، امام حسین ایستادگی یاد میده، ابوالفضل عباس ایستادگی یاد میده. همین آخری جمله رو کنیم ذهن شما تمام. مگه وقتی غنیمت‌های جنگ را در دربار یزید بود، همون چیزایی که از امام حسین وارد کرده بودن، ولی از اون غنیمت‌ها یک دانه پرچم بود، یک دانه پرچم بود. یزید ملعون از دور دید، گفت این پرچم از کیه؟ گفت چطور؟ گفت این پرچم اما پریرشی در خورده، پارا پارا شده، بال حصه چوبشی میده شده، پا حصه چوبشی میده شده، لیکن اما جای دستایش سالم است. گفت این پرچم از کیه؟ صدا زدن گفت این از برادر حسین قمر بنی هاشم عباس است. استقامت را شما گفتید دوستان، سر از بدن جدا شده، دست از بدن جدا شده، اما قبضه پرچم عباس علمدار سالم است، نیشته که پا و پر از خراب شده، از بین برد. یزید را در تعجب انداخته بود. شما ایران انسان ها را کشتیم، ایران انسان ها را مقابل از ما بودن، این رو به استقامت کم ظلم و از آقا ابوالفضل عباس استقامت یاد بگیریم. وقتی که از منه نهر القمه طرفی خیمه ها در امامات شعر خواند حضرت عباس. شعرش چی بود؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اگر دست راست مرا دست چپ مرا کج کنیم، به خدا قسم ما از دین خود حمایت کنم، از دین خود. این شعر حضرت عباس علیه السلام، ما از دین خود حمایت کنم، اگر تمام وجود مرا فنا شد از بین برم، از دین خود حمایت کنم. آیا ما هستیم مثل حضرت عباس استقامت داریم؟ اینی عزیزانی گرامی، انشاءالله جوانای عزیز دور از اینکه است سخت‌تر شده بود. یزید زمان مزید سخت‌تر کرد ما را شرایط را. ما شما باید بیدار باشیم، باید استقامت داشته باشیم. اینمی آزاداری ما باید از بیداری باشیم. به سر ضد عزیزان گرامی آزاداری نکنیم. تو را خدا به سر ضد آزاداری نکنیم. تمامی از ما به خدا قسم، تمام از ما از هر رنگ و نسل هستیم. آذریم، بلوچ هستیم، پنجابی هستیم، عراقی هستیم، عرب هستیم، عجب هستیم، فرقی نمونه. زیر خیمه و پرچم امام حسین تمام از ما از یک قوم هستیم. او قوم چیه؟ قوم حسینی. و تمام یک قومی. اگر یک دن ازادار ضرور بدر مونه دمانی ازاداری، اگر به ضدی برار و ازاداری برار ازادار خود رو ازاداری مونه، به خدا قسم این ازاداریش یک پوست پیاز ارزش نداره، این ثواب نداره. عزیزم اتحاد خود حفظ کی جوانای عزیز، تو رو خدا اتحاد خود حفظ کی، متحد باشیم. نیرین بازی در نام خدا خبر نمیدونم چی، در نام قوم پرستی، در نام تعلیم، در نام خدا چی. تعلیم ضروریه، خیلی ضروریه. ما باید ترقی کنیم، هم من تعلیم، هم در من اقتصاد، در من هر چیز باید ترقی کنیم. اما تعلیم همراه با غیرت و شجاعت، اقتصاد همراه با غیرت، هر چیز همراه با استقامت و غیرت باید باشه. بازی نخریم عزیزان گرامی، بازی نخریم. فوراً هر کس آمد ما رو ترس نخریم عزیزان محترم. بیدار که باشیم انشاءالله امام زمان دستای از ما رو میگیره. فقط ما باید استقامت نشان بدیم. انشاءالله خدا تمامی از ما رو به حق آقا عبدالله الحسین و به حق خواهر مظلوم شی حضرت زینب کبری سلام الله علیها، تمام از ما از عزادارا و حسینی های واقعی قرار میده. بر محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و